علیکم و رحمت الله و برکات. امروز برادرات امروز دیمروزه که در چایخانه خیام شدیم یا دینش تگیدیم یا امروز هم شدیم قرطاخوری اومدیم. خیلی محمد علی که ناس هم داره همین تعریف میکنه با تعریف اومده همین بهاش چنده؟ بهاش پیلوس 5 برای که خیلی قرطا هر کس هم کده نمیتونه یک پیلوسی طلا هم مونده میشه. کسانی که قرطاخوره مرحمت و کوچه چرتن و 45 چایخانه خیام مرحمت کنن. همین قرطای با مزه و تب دلتان میکنه. ای خوب میخرید بعد دیگه تمام همین عبید بخیر تو بگیره همین سر میگرده و تمام درجهش کرده دیگه ماشاءالله ش دیگه خیلی گرم میخرید دیگه داون میزنی. خداوند هم پاورا رو اونشو درست کنه کسب کنه برکت عطا کنه که حد خدمت کردن تعامی بهترین تاجیکستان رو میکرده. توقعی با تاجیکستان ماشاءالله شده گرم ماشاءالله تعریف نیست. خداوند برکت بده. ماشاءالله هم گفتی همی که ناموشی زیاد لا میگه قرطا دو شما رو شنونده میگه نکردم من با شنوندنش هست مثلا زیر قرطا خیلی قرطای با مزه میگم مثلا دیره خیلی شکران لله شکران خدا مشون باید همه به حد با مزه کنیم همش در جوش همه چیز در جوش ما گوش قطعی نگه نخورده بودم تلقان قرطا این یکم بار دین یکم بار این دیمروز دیم بار خصوصا گرد نسته پیلوس 5 در امون خدا هم باشه امونتون به خدا کس قرطا خوره همین به چرتن و دوم سارک پیاد چایخانه خیام رحمت کنم. قرطا وارده چی میکنه؟ قرطا و گوشت است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی یک بسم الله قیموز بگیر که مزه و لذتش خیلی قد خیلی بعد میگیرید میشه بردف قطعه خونه همه را میگن دعوت میکنیم جدی همه تمام ها شو بکنده با مزاد دارد مزاش نغزه کنه میگه مغزش نغزه داره خیلی سلامت باشه.